بله سلام علیکم بفرمایید. السلام علیکم. علیکم السلام. خسته نباشید استاد انصاری عزیز. سلامت باشید. امیدوارم که علامت روابط برنامه خوب باشین. سلامت باشید. آقا انصاری عزیز، این آقای رضایی که میان وقت شما رو میگیرن، شما آدم بسیار صبور، دانا و باشعوری هستین. از سادگی شما نمیتونن سوء استفاده کنن. متاسفانه از خوبی شما سوء استفاده میکنن، از انسانیت شما سوء استفاده. سوالایی میدن شما رو میپیچونن که اعصاب ملت رو خورد میکنه الک الک. و یکی درباره این کلیپایی که اینا میگفتن امامان نه مریض میشن نه چی، فاطمه صغرا مریض بود، حضرت سجاد مریض بود، پس اینا چجوری میشن که اینا میگن؟ یکی هم که اینا که مثلا درباره نور و این برنامه میگن، اینا همشون از خودشون درست میگن، اینا واقعا دروغ میگن همه این برنامه‌ها رو. و یکی هم و خیلی چیزای دیگه است. ما الان تو ایران زندگی میکنیم، متاسفانه نمیتونیم از اینا دین یاد بگیریم، نمیتونیم از اینا اسلام یاد بگیریم. یعنی یک کلام بخوای اینجا حرف حقیقت بزنی گردنتو میزنن. زنگ میزنی خط موبایل رو منم بستن، مجبور شدم با تلفن خونه برم. مثلا تا زنگ میزنه جلوشو میبندن. خب چرا نمی‌ذارن حرف حق بزنن؟ آقا اگه حرف ما ناحق شما به ما رو قانع کنی. متاسفانه اینا اینطوری شده، الان نمیشه با اینا هیچ کاری کنی. و یه عده اینا که میگن از آیه ها رو الکی میپیچونن، فقط میخوان که ماها نتونیم زنگ بزنیم. این آقای رضایی رو نذار زیاد صحبت کنه. آقا انصاری شما آدم بسیار با وجدان، خوب، انسان بسیار محترمی هستین. والله اگه من الان پشت در هیچ آخوندی تو ایران نماز نمیخونم، ولی اگه شما ایران باشی من پشت در شما نماز میخونم. انقدر شما رو قبول دارم. سلامت باشید. ولی متاسفانه میگم اینا میخوان یه کار کنن ما نتونیم با شما تماس بگیریم. تشکر از برنامه بسیار خوبتون. خدا ان شاءالله به شما سلامتی بده، ما هم استفاده کنیم ازتون. زنده باشید. قربان شما، خدا حافظ شما. تشکر از شما، خدا نگهدارتون. تشکر. اتفاقا برادر عزیزمون درسته که اینها یکی از اهدافشون این است که بیان مسیر برنامه رو عوض کنن، وقت برنامه رو بگیرن، اما اینها چیز دیگری میخوان. الله سبحانه و تعالی چیز دیگری میخواد. اینها میخوان وقت برنامه رو بگیرن از اینکه سخن حق به مردم نرسه یا حق جویانی مثل شما نتونن تماس بگیرن. اما همین صحبت‌های اینها، همین دلایل به اصطلاح لایتش اسبک اینها، همین تلبیس و تدریس و دروغ اینا سبب میشه که عزیزانی هدایت بشن که هنوز در شک و تردید هستن. بعضی از امثال این بیننده گرامی و عزیزانی که الله سبحانه و تعالی این نعمت بزرگ به اونها داده که راه صراط المستقیم رو بهشون نشون داده، حالت اون کسانی رو هم تصور بکنن که هنوز مترددن، هنوز موندن که چیکار بکنن، کی بر حقه، کدوم راه رو برن، حرف کی رو قبول بکنن. اتفاقا بعد از هر گفتگویی که من با اینا داشتم، همین هفته گذشته بعد از پایان برنامه SMS هایی رو که بینندگان فرستاده بودن، احمد جان یکیشو برای من فرستاد که بیننده تماس گرفته بود که من به خاطر همین گفتگوهایی که شما کردین با علمای شیعه و اینا نتونستن دلیل منطقی برای اعتقادات خودشون بیارن، من این مذهب خرافی رو ترک کردم. همین گفتگوها و همین دلیل نداشتنها سبب میشه که طرف شک بکنه در اعتقاداتش، یا اگر در سر دوراهی است شک و تردیدش به یقین تبدیل بشه. شایدم گاهی اوقات من بیش از اندازه به اینها وقت میدم، اما واقعا یعنی در این یک سال اخیر من دارم اثر این شبکه‌های توحیدی رو میبینم از خلال تماس‌ها. مثلا سال اول کلا میومدن انکار میکردن که نه بابا کی گفته قرآن تعریف شده، کی گفته نمیدونم فلان است علان است، اما الان به دست و پا افتادن، الان دیگه دارن قبول میکنن یک سری چیزا رو، الان دیگه حرفی برای گفتن ندارن. باور کنید ما در بخش پژوهش و پیگیری دوستان هفته ها میگذره میگن همون حرفایی که مثلا یک سال قبل دو سال قبل داشتن میزنن، همون حرفا رو دارن تکرار میکنن چون چیزی ندارن برای گفتن. و در مقابل تحدی ها، در مقابل چالش هایی که دادیم هیچ پاسخی ندارن اینا. شما تصور بکنید به ابو عبدالرحمن سلمی که یکی از در حدیث شاگرد عثمان ابن عفان است، در قرآن شاگرد علی ابن ابی طالب، گشتن از بین کتابا این از اصحاب علی بوده، یالا این شیعه است. یعنی این واقعا دیگه نهایت بدبختی این آخوندا رو داره نشون میده که دیگه هیچی ندارن برای گفتن.
ah, 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 ah,